سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بوستان ملت یا پارک ملت رشت. امروز چهارشنبه 26 مهر ماه و ساعت حدود 10:40 صبح است. بوستان ملت رشت در نزدیکی میدان گلسار و در بولوار انصاری رشت قرار داره. این باغ رو با نام سیاه باغ هم میشناسند. از پارک‌های تازه تأسیس رشت است و بعد از باغ محتشم بزرگترین پارک شهر رشت. از امکانات جالب این پارک مجموعه آکواریومی ماهی‌های خاویاری و خزری و فواره موزیکال بوده که متاسفانه هر دو غیر فعال. از دیگر امکانات جالب این پارک زمین فوتبال و والیبال، میز شطرنج، انواع امکانات و وسایل ورزشی، کمپینگ برای مسافران، کافی شاپ، وسایل بازی برای کودکان و مقبره شهدای گمنام است. در سمت چپ ورودی این باغ یک خانه سنتی روستایی وجود داره که به عنوان مرکز اطلاع رسانی برای گردشگران استفاده میشه. فضای سبز زیبا و وسیع به همراه درختان قدیمی بهانه زیبا و جالبیه برای قدم زدن‌های هفتگی. قبلا ولاگ‌های باغ محتشم، پارک مفاخر و همچنین پارک دانشجو رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشم با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون بلاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ویدیو جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.